تو دیگه ای طرفا نیا. او دخترم بیازو غلط درک کرد. سعیس اما تو یگان دفعه پیش ما بیا. سعیس خب با مان خدا. هم هایگار هم از طرف آقا کرد هم از طرف تاکاجی یک پلان در راه است. یک جنگ کلان در انتظار است. فراموش نکو هر طرفی که برنده میشه شوه، اما ما برنده حساب میشیم. اگه آقا کرد با ما را از یک دشمن کلان نجات پیدا میکنیم، اگه تاکاجی با ما را تو جای او را میگیری، تمام قدرتی که داری را در پشتت میگیری. به صبرانه منتظر او روز هستم کاکا. ما ملاقاتی که نیاز است انجام میدم. چوکی تاکاجی خالی نمیمانه، اما هر کسی هم او چوکی را گرفته نمیتونه. متوجه هستم کاکا. تو خدا آماده بساز. ما آماده هستم کاکا. کل چیز تنظیم کردیم. تاکاجی اول پیلوت احمق و علی لوده را از بین میبره، بعد از آن به حساب آقا کرد میرسه. راهش باز باشه. اگه موفق شوه پیروزیش با هم یک جای تجلیل میکنیم، چیزای غنیمت ما تقسیم میکنیم. اگه موفق هم نشه جنازه شا در قبر گور کده، باز وقت موضوع را بسته میکنیم. دیگه خانم میگی برم. خانم چی؟ دیگه خانم تو از ما چی میخوایی؟ ما فقط یعنی میخوایم وضعیت برای توضیح بدم. مجبور نیستی به ما هیچ چیز را توضیح بدی. اما اگه ما حال واضح نسازم و برای توضیح نتون باز خدا راحت احساس نمیکنم. بکو به ما چی؟ نفهمیدم. شب بخیر. دویگو بیبی دویگو. آقا پیلوت شب بخیر. پشت چیز میگردی چطور؟ شب بخیر. ما به گدام می رفتم. گدام شما از امی طرف را داره؟ ما فکر کنم را غلط آمدیم. خدا کنه که دیگه غلط نکنم. آمین. بازم شب بخیر. شب بخیر. خدا حافظ. بخیر باشی. سفدا عروسی نکده، فقط نقش یک عروس بازی میکنه. آمدم سر تاکاجی. به نظرم خوب شد که زخمی شد. حال زیادتر قار میشه و علی احمق از بین میبره. بازه قسم بازی عروسی دروغی هم خلاص میشه. تشویش نکو، اینام هیچ جای نمیرن. خانه را خناق در ندادیم بچه، هنوز کارش خلاص نشده. بالاخره ای که علی در قبر میره و سفدام در خانه ما میایه بخیر. علی، این قسمی که گفته بودی ارتباطات تاکاجی را بررسی کردم و متوجه یک نام شدم. او آدم هر وقتی که بخواه با تاکاجی ارتباط برقرار کرده میتونه و میتونه تو را به او برسانه. خوب است. پس من چطور میتونم که تی آدم ارتباط بگیرم؟ یک ساعت بعد در رستوران وعده داره. صحیح است. حالا ما میبرایم. یک ساعت بعد در اونجا میباشم. تمام معلومات به این شماره روان کده میتونی. اگه واقعا قسمی که میگی باشه یادم مرا به تاکاجی میرسانه. درباره بیادرم یگان چیزم میفهمم که
با جسد تقلبی مرا به دام انداخته بود. شایدی که بیادرم کجاست او واقعا را میفهمه. اگر میخوایی به من یه خوبی کنی تاکاجی را برام پیدا کن. به خاطر پالیدن اون نمون که ناخ وقتم ضایع شود. ما این کار کردن نمیتونم علی. نمیخوایم که زندگی تو را به خطر مواجه بسازم. اگر به تعقیب تاکاجی ادامه بدی عاقبتش مرگ است. خدایا چی کنم؟ چه قسم سرگرمش کنم؟ علی سفدا؟ تو کجا میری؟ یک کار دارم که باید بیرون برم. صبر کن نرو لطفا. چرا؟ راستش سفدا ما واقعا زیاد عجله دارم. سفدا؟ گردنم دفعتا درد گرفت. چی شده؟ فکر کنم رگ گردنم شخ مانده. پارسالم هم این قسم شده بودم. دکتر گفت وقت زیاد قار میشی این قسم میشه باز. آی زیاد درد میکنه علی. تو هم اینجا منتظر باش. سعیس زیاد درد میکنه. اوه خدایا من چه کسی میره سرگرم بسازم. آرام باش. ای 100% جورش میسازه. بیا اینجا بیشی. حالا دست تپس کو وقت گرم شوه خوب میشه. حالا بهتر شدی؟ نه خوب نشده. من میخوایم پیش دکتر برو. منو پیش دکتر میبرینی؟ های الهان جان تو ای کارای ملا علی رو میبینینی؟ والا چشمای مادرش برآمد ها. بدون ای که کس از این گپ خبر شده رفته که تو دختر عروسی کرده. خانم دیگه واقعا مرا اشتباه درک کردین. واقعا اینا چه وقت عروسی کردن ما خو از این کار هیچ چیزا نفهمیدم. کجاشه نفهمیدی الهان جان؟ ها ملا علی خواب رو نداره. تو خیره خوب میفهمی که میگن ده این قسم کارای خیر باید عجله کنیم اما تو نیست ها. راست نمیگم میرال حالا منظور ما همی بود. جانم منظورت هر چی که بوده خوب بوده. او زنه شما فکر میکنین من از این کارا چیزه نمیفهمم اما بسیار خوبم میفهمم ملالی یک آدم عالم دین است. او دخترم دوست داشت رفت عروسی کرد منتظر چی میبوده اما تو نیست. خوب که دیگه ها انگور میخوری؟ میخوریم. سعیس آقا پیلو سبا باز میبینیم. گردنت چطور شد؟ گردنم؟ از برآمدن ما از خانه چند دقیقه تیر شده؟ نمیفهمم شاید 1 ساعت شده باشه. خوب است. چی خوب است سفته؟ خب گردن من میگم دیگه چی باشه؟ بیاز حال نزدیک شفاخانه شدیم. یک بار ببینن خوب میشی. نیاز نیست. گفتم خوب شدنی. ببین خوب است. حالا پس خانه بریم علی. تو به خاطر کدام چیز جیگرخون هستی؟ جیگرخون هستم دیگه. خانوادیم کتم قار هستن. توکتام ازم قار است. یک تنها تو ده پیشم هستی. از دست استرس رگ گردنم درد گرفته. تو هم خود از من فرار میکنی. فرار میکنم؟
فرار چی سفدا؟ خب نمیخوای کت ما وقت تا تیر کنی؟ متوجه هستم دیگه علی. به دیگه چی رب داره؟ تو تنها انسان هستی که همراهیش من احساس خوشبختی میکنم. واقعا راست میگی؟ دیگه؟ آی حالا کمی دیگم خوب بگونه لطفا. برات انگور بودم دخترم. نه مادر، من نمیخورم. زردالو چطور؟ نمیخورم. من خو میشم. شب بخیر. باز تغییر کده. اوف. خانم دیگه ما نه دیگه یه قسم نمیشه. بسیار زیاد تشکر. یه قسم هم نه. با امیدی دیدار. انشاءالله زود صبح شود. شکر که در خانه ماستیم. بله. موسا برام یک کار پیدا شد. به رستوران رفتن نتونستم. میشه درباره برنامه سبای تاکاجی برام معلومات پیدا کنی؟ سعیس تحقیقات میکنم. زنده باشی. همه سبایی را چی قسم سرگرم کنم ها؟ در تمثیل مریضی خود دوباره بازی نمیخوره. به خاطر انتقام کلان به پلان کلان نیاز است اویگار. صبور باش مرد. وقتی از کارم خبر شوی ارزش انتظار داره. خب چی پلان داری؟ معلومات بار اضافی سویگار. اگه فایده نداشته باشه به خاطر انتقال دادنش زحمت نکش. اما ایره بفهم پیش ازی که روز نو شروع شوه خبر مرگ ملا را خواد گرفتی بخیر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مانده نباشی. خیرت باشه. خدا قبول کنه. آی چی را سل داری؟ از او طرفش بگینی؟ دلیلش؟ جای کوچه را تغییر میتون. این کوچه بدرنگم بیخی نمود خانه را خراب کرده. آی من کوشش میکنم این وضعیت تغییر بتون. نفهمیدم. کوشش میکنی کدام وضعیت تغییر بدی؟ هرچی نباشه مردم حالا به خاطر تبریکی میاین نی؟ خب وقتی اینجا بیاین باز یعنی نمیخوای بگوین که خانه چقدر مقبول شده یه زنش چقدر با سلیقه است؟ به نظرم تو زیاد موضوع عروسی را جدی گرفتی سیفدا. خب این مربوط عروسی نه، مربوط سلیقه میشه. و
به این بهانه خانیتم زیاد مقبول میشه دیگه نی؟ بد خو نیست. توی گپ باربان بیا به من کمک کو. میکنی یا نی؟ میکنم اما مشکلی است که ما امیالت خانه خود خوش دارم و این کوچه بدرنگام زیاد خوش دارم. خیلی صورت چی کنیم؟ اون میز کمی طرف دیوار نبریم خوب نمیشه. به نظرم جاش باید تغییر بدیم. بسیار عالی است نی؟ نه سیفدا، من یک چیزم متوجه شدم. گردن تو کاملا خوب از درد مرد خو نمیکنه نی؟ ماشاءالله. باورت میشه ما میخواستم امیره برات بگویم دقیقا همینجاست نی؟ این قسمت یگان وقت بعد رقم درد میگیره. حتی این قسمت دیگه هم درد گرفته. معلوم میشه. های ما به خاطر تو چی فداکاریایی که نمیکنم علی. باز تو رو ببینی درک نمیکنی. ای بس به خدا. به خاطر فداکاریات زنده باشی. بان که این خانه دم یارت باشه. درست است؟ سایست کوچه همی قسم باشه. اما پرده رو تبدیل میکنیم. رنگ پرده رو تبدیل میکنیم. به نظرم زیاد مقبول خواهد شد. این قسمی خوب است. خوبش میگنی؟ سایست اگه پرده های خانه تا این قسم زیاد دوست داری حداقل پشتی ها رو تبدیل کنیم. پشتای نو بگیریم در خانه کمی تغییرات خرد بیاریم. بعد خونه نمیشه نی؟ زنده باشی بچه. ای پیلوت، مرا چرا اینجا آوردی؟ با لیاز خدا همین وقت چای خوردن است. این همی خواهی بریم اون تاکاجی را پیدا کنیم. بچه مکرم امروی کسای دیگه پشتش میگردن دیگه. خبر که رسید میبرایم میره. تو چای تا بخور. براستی ملاسای بروسی کرده یا چشم ما خاک میزنه. به خاطر غیبت کردن پشت ملالی همی موضوع را پیدا کردین. ما کدام گپ غلط گفتیم علی خان بیادر؟ بزرگای ما چی گفتن؟ صدای دول از دور خوش آدم میایه. ملا صاحب علی 5 وقتش در جماعت است، اما شخصیت او دختر ایج به ملا صاحب نمیخونه. البته کدام فکر غلط میکنه. تو متوجه دنیای دیگران نباش. تو متوجه دنیای خود باش. متوجه دنیای خود. یعنی هر کس باید متوجه کار خود باشه. اما تو نیست؟ والا ما این چیزا رو نمیفهمم. خداوند به هر کس مثل ملالی یک داماد نصیب کنه. ببینیم شب در اینجا محفل عروسیش میگیریم. به نظرم شما بین او بسیار خوش خواهد شد. او آدم در حق هیچ کس بدی نکده. جل جلاله. بعد از نماز سال خاله نریمان است. تو میایی؟ البته که میملی هان بیادر. او زن مرحوم سر ما زیاد حق داشت. از ما میایین آقالی ها. خوب است. دختر ما میایه. او خدا بیامرزه زیاد دوست داشت. خداوند رحمتش کنه. خانم محترمه بود. پیلوت کجا میری؟ مسجد. کجا؟ مسجد گفتم بچه این به جماعت. چند دقیقه نماز بخوانیم. به روح پدر ما و به روح کسای دیگه ای که فوت کرده دعا کنیم. بیا بریم نماز بخوانیم. به همین بهانه مولوی را میبینیم. حالا دیگه حرکت کو بدت. حالا ودت. حالا حرکت کو. موسا، جای اون نفره که برم دیروز گفتی تثبیت کرده تونستی؟ هنوز نه، اما بعض گپای شفر دارشه ثبت کردیم. اگر تو هم بیایی یک جای حلش خود کردیم. صحیح است، میایم. علی؟ بله. ما باید به خریداری بریم علی. در خانه هیچ چیز نماندنی. سعیس خودت برو خریداری کو دیگه. یعنی چه خودت برو خریداری کو؟ اون قدر سودا رو چی قسم بیارم؟ منظورت از قدر سودا دیگه چی است؟ تو مثلا چی میخوایی بخری؟
پنیر ریکوتی، سرکه، برنج، رب بانجان رومی، زیره و دارچینی. به نظرت بسیار جالب نیست سفدا؟ خب راستش بعضی وقت دلم میشه دیگه، چی کنم؟ خب خوب است، اما این چیزایی که تو گفتی ده اینجا پیدا نمیشه. خوب است. یعنی منظورم است که تا وقت پیدا نکردیم میگردیم. چقدر خوب است نی؟ سفدا تو قصد داری که چی کنی؟ من چی قصد داشتم میتونم علی؟ خب قصد دارم خریداری کنم همین دیگه. ای که در خانه برای یک مدتی با یک زن زندگی خواد کردیم. خب اگه عادت کنی خوب میشه نی؟ صحیح است. دو صورت خیلی بیا که به خریداری بریم. صحیح است. من دست کولم گرفتم میایم، منتظر باش. او تاکاجی شاید حال پلانی را جور کنم که در کجای ما با مرمی بزنه و ما آمدیم در اینجا وضو میکنیم پیلوت. نه که بعد است بچه، اگه مردم وضو کدام میماریم چی گپ است دیگه؟ حالا وضوی تا بگی، زود باش. مردم چه قسم وضو میگیرن؟ چه قسم وضو میگیرن؟ دست تا آرنج میشوی و روی تا میشوی خلاص. آیا قسم باز وضو میشه پیلوت؟ چرا نشاودت؟ این وضو از خود قاعده و قانون داره. گوش آرام ای قسم یک چیز میکنی. با گوش دیگه چی رب داره بچم؟ فکر کنم امرای گوشام هم یک چیز میکنن. مسا میکنی مسا. گوش آرام نسا میکنی. بچه این است چی است دیگه؟ چه قسم میشه او؟ مچم فکر کنم با سیان گشت میشد یا که دو انگشت بود. اگه مشکبانه اول از پای شروع میکنیم چطور؟ بچه می قسم یک چیز امکان داره. نام خدا مسلمان میگیریم یک وضو کردن یاد نداریم. بسیار بد است به خدا. ای پیلوت بیا از اینجا بریم یک ملارم امرای خود ورداریم بنگر ببریم هر چیزی که بود با ما یاد بده دیگه. وردار ودت وردار. بیازو گناه ما کم است. تو هم این کار بکو که در گناه غرق ما کنی. چرا نشاودت؟ این وضو از خود قاعده و قانون داره. صبر کو بچم صبر کو. وده تو هم از دین و ایمان بخی دور شدی به خدا. بیبی شاید نمازم وقت شده باشه هفته هم دور خورده. بیازو یک روز خب 5 وقت نماز می باشه دیگه میخونه. صبر کو بچم صبر کو. تو هم به فرار کردن جای میپالی. شاید شام هیچ پس نیاییم. کم از کم یک دفعه سر ما رو خب به سجده بانیم. خدا داد. یک چند دقیقه اینجا بیا. او پیلوت بیادر، خداوند قبول کنه. خیر ببینی. آمین. تو ای وضو گرفتن یاد داری نه؟ یاد دارم. در اینجا او نیازی 7 سالک است نه؟ او هم یاد داره. او بیادره که خوردش 5 سالک است. او گکم یاد داره. اینی بچه هم در منطقه فقط ما و تو هستیم که وضو گرفتن یاد نداره. خب با ما نشان بده چه قسم وضو میگیری ببینم که صحیح میگیری یا نه. باش گیرم بکشم. اول تر از همه دستای ما را میشونیم. بعد از او باز دانه ما را اوکش میکنیم. یک قسم. بعد از او بینی ما را یک قسم. بعد از بینی باز روی ما را میشوییم. بعد از او دستای ما را تا آرنج میشوییم. 3 بار کلش از خود. باز اینی دست چپ خودم 3 بار تا آرنج میشوییم. 3 بار گفتم براتم خود. بعد از او باز سر ما را یک قسم. گوشای ما را می نقصه. بعد از او گردنک ما را یک قسم مسه. منظورت از مسه چی است؟ یک بار دیگه برام نشان بده ببینم تو چه رقم مسه میکنی. این قسم یعنی همه قسم است. یعنی چی؟ امی است دیگه مسه کردن. خواه بله امی است. بعد از او هم باز پایای ما را میشویم. اول پای راست ما را، باز پای چپ ما را.
همه قدر است. درست وضو گرفته تانستم بیادر. آفرین، خدا داد بچه. از امتحانی که ازت گرفتیم کامیاب شدی. فقط وقتی مسا میکردی یک قسم دستت از بیرون نه از داخل بکنی باز بسیار ثواب زیاد میگیری. فهمیدی؟ برو ودت، برو. ای پیلوت، این موضوع وزوره خب به یک شکل حل کردیم. حالا این موضوع نمازه چطور کنیم بیادر؟ کاملا به همون شکل بچه، مثل دیگرها. تو برو خدا در پالی خدا داد بچسبان، ما هم یک نفر به درد بخوره دیگر پیدا میکنم. اوف مادری کارایی که تو در منطقه میکنی هیچ خلاصی نداره به خدا. امیرال خانم جان یک دقیقه صبر کنین. سلام. آها پاکیزه بیا بیا بیا. چی کنیم؟ چطور شد همراه برسل خانم ما گپ زده تا نیستی خانم میرال؟ البته جانم، صبح اولین فرصت ما به خانه برسل رفتم. بعد از اونجا به خانه خانم آسیا رفتم. برش گفتم با استاد علی محفل عروسی میگیریم. گفت تشویش نکن، همراه شوهرش گپ میزنه. مسئله دلمول باشه حلش میکنه. بسیار کاری خوبی کردین، اونها زیاد کسا را بشناسن. بله. ای آفرین به یقتون. یک دقیقه. مولا علی و سفدا از این محفل خبر دارن یا نه؟ های دخترم این موضوعی متعجب کننده است. در چیزایی که کلگکت کار نمیکنه هیچ غرض نگین. حالا جانم خسته نباشی، هنوز کارهای زیاد ما مانده. حالا جانم بریم. صدق لا من رضا كل طلب ey azizler işte başlar söze bir vasiyet kılar zillah size ودت ما هم باید به خاطر ارنیکو یک ختم بگیریم. her kim tutar mis gibi kokusu canlarda tüter Hak Teala rahmet eyle ya ana Kim beni ol bir dua ile ana پیلوت این عبادت و وضوع به یک مهم بس است. من میرم دیگه. خوب است درست است. برو درباره او تاکاجی اگه کدام خبر شد بگو باز. تو تشویش نکن، ما یک کار میکنم. برش میکنم. دست متوجه خود باش. خداحافظ. خداوند قبول کنه. صبح دواخانه رو دیدم اما تو نبودی. یعنی شما نبودین. کم کار داشتم. اگه تو زنگ میزدی باز برات میگفتم. ما وقتی در این طرف ها می باشم باز گفتم با هم دیگه روبرو گپ بزنیم. باز بسیار خوب میشد. اینه دیدیم دیگه. برو خداحافظ. خدا قبول کنه بیادر. خدا قبول کنه. خداوند قبول کنه. آمین. بفرما. بریم.
اگه کدام چیز دیگه مونده باشه رفته برم اونا رو بیارم. آی تو هم دیگه مبالغه میکنی. به خودت چی گرفتیم؟ فقط یک چند تا چیز. فقط یک چند تا چیز. خب بله، فقط یک چند تا چیز. حالا بریم دیگه. ده موتر بالا شو. یک کار برام پیدا شد اما فکر کو حلش کردیم. تقریبا تا 2 ساعت دیگه اونجا میرسم. نه از دستم فرار کردن نمیتونم. علی فکر کنم یکان چیز فراموش کردیم. باید بریم بگیریم. نه سیفدا اگه بعد از برآمدن ما از اونجا کدام چیز نو دیگر کشف نکرده باشی پس چیز نمانده. زیاد خنده دار بود. حالا دیگه بلیاز خدا ده موتر بالا شو سیفدا. واقعا خودت هم زیاد خنده دار است. علی هان. بله. خوب شد که تو را دیدم ها. سلام آقا پیلوت. سلام به شما. سلام. های علی هان جان، من چیز پرسان میکردم. تو مسئله میوه خشک نوشیدنی را حل کردی؟ ما کاملا نور فراموش کردم میرم. های نکو دیگه. های علی هان، یعنی از دست تو همه قدر کارم ساخته نیست. توبه. حالا چی کنیم؟ بدون خوردنی خو امکان نداره. البته که امکان نداره دختر. اگه خواسته باشین محلش میکنم. راستی؟ واقعا ها؟ البته بیا از ما مال از این منطقه حساب میشون. در شوروا کمی نمک از مام باشه دیگه. در نتیجه استاد سرمام خود قدر حق داره. همون تو نیست؟ واقعا زیاد مهربان هستین علی هان جان. خیلی تو هم رفته مسئله چراغا و گروپا را پس حل کن. درست است، ما او را حل میکنم. اونم مولالی آمد. مولالی های سلام. ما یک 2 دقیقه آمدم. میتونین دوباره یک چیز امرایتان گپ میزنم؟ البته. میایم. اما واقعا به یک دیگه خود بسیار میزیبن. خوش آمدین. تبریک باشه. خداوند خوشبختتان کنه. خداوند جدایتان نکنه انشالله. با پای هم پیر شوین. زنده باشی. راستش استاد علی، دیروز مردم منطقه واقعا امرای شما رفتار بده کردن. یعنی بالاخره چندین سال از که همسایه در بدی والا سیمامتون نیست. او قسم پشت دروازه تان آمدن و سر و صدا کردن. واقعا کار بده بود. اصلا او کار ما درست نبود. ایران باید برتان بگویم که همگی بسیار زیاد جگرخون شده. والا زیاد جگرخون شدم. زیاد جگرخون شدیم. به همون خاطر فکر کردیم که ما این کار بد را که کردیم تلافی کنیم. از همون خاطر ما تصمیم گرفتیم. با خود گفتیم که آل خمولا علی عروسی کرده اما محفل نگرفته. با او خاطر در بین خود ما یک تجلیل کوچک کنیم. نظر شما چی است ها؟ بله همه قسم گفتیم. لازم نیست اما واقعا زیاد تشکر. امکان داره لازم نباشه استاد. خوشی ها با تقسیم کردن زیاد میشه. همون تو نیست؟ البته جانم لطفاً قلب ما را نشکنانی. به خاطر که ما را ببخشین دیگه هیچ راه نداشتی. یعنی بیا از کل چیزا آماده است. لازم نیست واقعا لازم نیست. اما تو نیست سیفدا؟ به بهانه تجلیل میتونم که تمام روز علی را فریب بدم. دستت بسیار خوب بوده میتونه. آفرین به تو دختر. کاملا یه عروس لایق منطقی است. های ماشالله. سیفدا میشه یک باری طرف بیایی با هم گپ بزنیم؟ خب البته ما باید در بین خود یک بار گپ بزنیم. گپ بزنین. شما گپ بزنین. سیفدایی تو چی میگی دختر؟ چرا قبول کردی؟ نمیگفتی تجلیل چی؟ با دروغی عروسی کردیم حالا باید تجلیلش هم کنیم؟ خیلی چی میکردم؟ ولی زیاد چلگی کردن. خب در بین خود یک محفل خورد گرفتن دیگه. رفت اشتراک میکنیم دیگه چی گپ هست؟ نمیشه سیفدا. و دیگه بیشتر از این من دروغ گفتن نمیتونم. حقیقت میگم کل چیز خلاص میشه. هر کس هم که مشکل داشت آمده همراه ما گپ بزنه. اگه واقعا این کار کنی باز دیگه روی مرا دیده نمیتونی علی. هرچی نباشه ما از خود غرور دارم نی؟ حالا بیا.
تصمیم گرفتیم تجلیل کردم میتونیم. خیر قسم. خواهی دخترم هیچ لازم نیست که تو کدام کاری کنی. تو فقط آمادگی تا بگی مطابق کل چیزا ما حل میکنیم. البته ما حل میکنیم. حالا اینجا استاده نباشین، بسیار زیاد کار داریم. بریم دیگه. حالا خداحافظ. علی حاجت کارای برق فراموش نکنید. خواهش میکنم. روزتان خوش. خداحافظ. با امان خدا استاد علی. حالا دیگه بریم. سیفدا من تو را خانم میرسانم، بعد از اون میبریم. نمیشه علی. به خاطر چی نمیشه؟ به خاطر چیز. خب حال مردم منطقه به خاطر ما آمادگی میگیرن نه؟ خب یگان چیز ضرورت است. مثلا کالا ضرورت است، ما خب کالا نداریم و دیگه چلام نداریم. به نظرت نمیگن که چی قسم عروسی کردن است؟ البته که میگن. سیفدا به خاطر که با مردم دروغ گفتیم زیاد جیگرخون هستم. اگه حالی بازی های تفلانه را بس کنیم بسیار خوب میشه. درست است جانم، فقط یک کالای مناسب به خاطر شب میگیریم و یکی دو دانه چلم میگیریم، همه قدر. سیفدا برات میگم که کار دارم، برات میگم که مهم است. کتی توکچه برو بگی. درست است جانم. خیچلرم میرم امروی توکچه میگیرم، رفته به اندازی انگشتو میگیرم. اوف. به نظر تو این خوب است یا ای؟ با من فرق نمیکنه. یعنی چی که فرق نمیکنه؟ بالاخره سالای چله رو باید انگشت داشته باشی نه؟ گفتی سالا. ها خب من این رو به این خاطر گفتم که حالی که میگیریم در این صورت باید مقبول باشه، هموته نیست. فهمیدم. یک بار دسته پیش کو ببینم. بیخی اندازه کلکت هست. به نظر خودت چطور است؟ نمیفهمم. مقبول است. گوش که چی میگم، این انگشتر کشیدن نمیتونی، با خبر باشی. اگه کارت خلاص شده باشه که بریم. نه که تو گپه برای نمیفهمی علی. همین قسم لبوری ترش استاد میباشی. گوشگاه به مادرمشون خبر دادیم، اونام میاین. اگه پیش روی اونای تو کارا کنی باز برات بسیار بد میشه. خب به اونام خبر دادی؟ خب البته که دادم جانم. در منطقه قدر آمادگی ها گرفته شده، اونام حتما خبر میشن. این بار بدتر سرم کار میشدن، باز هیچ وقت مرا نمیبخشیدن. توبه کردیم خدایا، عاقبت ما را به خیر بسازی. آمین. خدا داد بس است که خدا داد زیاد پفش نکو که میکفه. خدا داد نخیر خدا داد بیبی اصلا خود کفید. خدا داد کفید. ما برای چی گفتم؟ چی گفته بودی؟ حالا بگی پقانه را پف کن. حالا دیگه اگه یک بار دیگه کسی پقانه را بکفانه باز ما وقت سر تمامتان میکفانم. نه ای بار برای تو وعده میتم نمیکنم. خودت ببین، ای بار به خاطر عروسی بسیار مقبول تزیین میکنم. زیاد خوشت خواهد آمد. شاید که
یک روز به خاطر ما اینجا تزین شود. بقانه را پفکو خدا داد. خدا داد پدر. ایست که خواهرم تو را دوست داره. ای تو چی میگی؟ خدا داد ایست که خواهرم دوست داره. خدا داد ایست که خواهرم دوست داره. طرف ما ببینه چوب شوی. والله اگه یک قسم دیگه اینجا پسده دو ما قطع نمیتم. چوب شوی نگری لطتو میکنه. کجا میری؟ صبر کنین حالا ما قطع نمیتم. ای زیاد مقبول است. باشی را ببینم. آی نه ای زیادتر مقبول است. میبینم این موضوع تجلیل کردن ساعت تو را بسیار خوب تیر ساخته. خب شاید به این خاطر باشه که اولین بار است روسی میکنم. سیفدا ببین موضوع مزاخ یک طرف بانیم. به خاطر تجلیل امشب زیاد خونه می باشه ماما تو نیست. یعنی به خاطر تو ما بله گفتم. اما دی قسم دروغا ما زیاد خود خورد احساس میکنم. به این قدر مردم دروغ گفتن فریب دادن اونا زیاد گپ خوب نیست. خداوند ما را ببخشه. سیس برای یک نیم ساعت می باشیم باز خسته میریم. به خاطر ما قدر آمادگی گرفتن می دیگه که یک تبریکی به ما میتر خلاص میشن. هم بر صورت تو حالی گپا را بان بگی ایره یک بار امتحان کن. البته رئیس علی و پیلوت با هم یک جایی می آین. قسمت بعدی خوش بیاین صفا بیارن. انشالله اگه نبیه نجات پیدا میکنیم. اگه نیایم چی میشه؟ ما را بیاب کد، خدام بیاب کد بس از کوک سال. حال خواهد فهمیدم که شما چقدر اینا را دوست دارین و به خاطر اینا شما یکی دیگه تو نباید بکشین.